من فیلم سازم، کارم با تخیله، اما نه صرف تخیل به اضافه واقعیت. اکنون احساس میکنم که اون چی که در کنگره آمریکا توسط سیاستمداران داره میگذره فقط تخیل منهای واقعیت. اونها فکر میکنن یا تخیل میکنن که با تحریم و جنگ میشه کاری کردش. نه، اصلا چنین نیست. واقعیت کشور من این نیست. جنگ و تحریم بحران ایجاد میکنه و بحران یعنی مرگ دموکراسی، مرگ صلح، مرگ حقوق بشر و مسائل مدنی. من از کنگره امریکا میخوام که از تخیل صرف دست بردارن و به واقعیت برسن و با پذیرش این توافق بگذارن مردم راه خودشون انتخاب کنند و بروند. من نسرین ستوده به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم و مانند هر انسانی به ضرورت صداقت و حسن نیت دولت‌ها در انعقاد معاهدات بین المللی واقفم. به ضرورت رعایت حقوق بشر در جامعه خود واقفم و به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقوق از بی‌عدالتی در جامعه رنج می‌برم. محاذا با اعلام نگرانی از سیاست‌هایی که ملت‌ها را به سایه جنگی نابرابر و ناخواسته می‌کشاند، مایلم به هم نوعانم در آمریکا بگویم ما و شما به عنوان شهروندان دو دولت از نگرانی مشترکی رنج می‌بریم. من به عنوان یک ایرانی به تمامی ادبیات ستیزجویانه افراطیون دولت انتقاد دارم و از دولت مردان کشورم میخواهم از گفتگوهای نظامی و تهدیدآمیز دست بردارم. با این حال از هم نوعانم در آن سوی آبها در کشور ایالات متحده آمریکا درخواست میکنم از دولت مردان و نمایندگان مجلس خویش بخواهند از زبان تهدیدآمیز استفاده نکنند و قدرت نظامی خود را به نمایش نگذارند، زیرا نمایش قدرت خود نوعی جنگ است. هنر ما به عنوان شهروندان ایرانی و آمریکایی آن است که هرچه بیشتر به منطقه صلح و دوستی بازگردیم که از آنجا باز آمدیم، به گذشته صلح‌آمیز ملی هر دو جامعه. من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر. میان جنگ و صلح را انتخاب میکنم، چون امنیت و آزادی در صلح رشد میکند. با حمایت از توافق ایران و 5+1 به صلح جهانی کمک کنیم. من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003. من از توافق هسته‌ای حمایت میکنم، زیرا که طبق گفته رئیس جمهور آمریکا گزینه دیگر جنگ است و جنگ به نفع ایران، خاورمیانه و جهان نیست. بایستی به هر صورت کاری کنیم که توافق هسته‌ای به سرانجام برسه و از تنش و جنگ دیگری جلوگیری کنیم. من زیان ابوی هستم، زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر از 6 سال از مدت محکومیت خود را سپری کردم. من به عنوان یک شهروند ایرانی موافق توافق هسته‌ای هستم. پرواضح است که این موافقت نه به معنای تایید بی‌عدالتی هایی است که بر من روا شده و نه میتوان آن را به منزله تایید وضعیت حقوق بشر در ایران تلقی کرد. شاید تنها معنای درست و موجه چنین موافقتی این باشد که برای شهروندانی به مانند من توافق هسته‌ای به منزله راه حل مناسب و کم هزینه برای عبور از وضعیت بحرانی ایران در سطح بین الملل و امیدوار بودن به آینده‌ای است که کیفیت زندگی انسان ایرانی در آن ارتقا یابد. برای من این که عده‌ای می‌پندارند با اعمال تحریم می‌توانند به وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کنند به هیچ عنوان قابل فهم نیست، چرا که تصور نمی‌کنم بتوان حق زندگی در رفاه و امنیت را از حقوق بشر متمایز نمود.
از همین رو امید من بر آن است که شهروندان آمریکایی نیز به مانند اکثر شهروندان ایرانی از نمایندگان خویش در کنگره بخواهند تا با چنین توافقی مخالفت نکنند و امکان پیروزی را از گفتگو و دیپلماسی دریغ ننمایند. گرچه در مورد آینده به هیچ عنوان نمیتوان مطمئن بود، اما توافق هسته‌ای برای همه ما گزینه‌ای بهتری به نظر میرسد، چرا که دورنمای امیدوارانه‌تر و صلح‌طلبانه‌تری را به نمایش میگذارد. متشکرم. سلام، من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم و از مادران صلح ایران هستم. از دستیابی کشورم به توافق هسته‌ای با جامعه جهانی حمایت می‌کنم و امید دارم با برقراری صلح پایدار و رفع تحریم‌ها سایه جنگ و خشونت از منطقه خاورمیانه و جهان برداشته شود. من معتقدم که انزوای سیاسی حکومت‌ها به سود دموکراسی و جامعه مدنی نیست، بلکه برعکس می‌تواند دست عوامل سرکوب و خشونت را در هر جامعه بازتر بگذارد. به همین دلیل امید دارم که این توافق موجب حضور پررنگتر ایران در مجامع بین‌المللی و زمینه‌ساز رعایت حقوق بشر، بازتر شدن فضای سیاسی و رعایت آزادی‌های شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر در داخل کشور بشود. متشکرم. As a professor of law who was banned from teaching in Iran, I strongly support the nuclear deal. Since the unjust and unfair sanctions came into force, not only did it financially affect the country as a whole, but the state of the human rights is also deteriorating. I hope the deal can bring light for a brighter future for the people of Iran, as well as stability in the region. I believe that supporting the deal is threefold: peace, security, and prosperity. با سلام و درود. من شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان بعد از انتخابات سال 88 در ایران هستم. تا امروز هنوز هیچ کس پاسخگوی کشته شدگان سال 88 نبوده. مادران و خانواده های بسیاری هنوز در رنج از دست دادن یا زندانی بودن عزیزانشون هستند. پسر من برای ایرانی بهتر به شکل مسالمت آمیز به خیابون اومد، اعتراض کرد، جونش هم در این راه از دست داد. من از مردم ایران و آمریکا میخوام که تلاش کنن و با حمایت از توافق ایران و 5+1 اجازه ندن شانس و فرصت صلح برای جهانی بهتر گرفته بشه. ممنون از لطفتون. من مسعود بهنود هستم، روزنامه‌نگارم و 50 ساله که کارم روزنامه‌نگاری است و 17 کتاب نوشتم. در 25 سالی از عمرم که در جمهوری اسلامی گذشت، از 2 هفته اول تأسیس جمهوری اسلامی که برای اولین بار دستگیر شدم، بارها و بارها دستگیر شدم و در پایان کار بعد از 7 ماه که در زندان و بخشیش در زندان انفرادی بودم، مجبور شدم به ترک وطن. 13 ساله که دور از مادرم هستم. اما فارغ از این، فارغ از کینه‌ای که اونها به ما و ما به اونها ممکنه داشته باشیم که نداریم، اصل این است که ایران یک فرصتی به دست آورده است تا وارد نظامات جهانی بشه و جهان یک فرصتی پیدا کرده است که یکی از به هم زنندگان نظم منطقه رو در پذیرایی بکنه در سطح جهان. این فرصت رو به نظرم نباید از دست داد، به خصوص وقتی که وضعیت منطقه نگاه میکنیم. منطقه پر از آشوب که میتونه آغاز کننده یک جنگ ویرانگر جهانی دیگه باشه. میتونه توافقی که صورت گرفته مقدمه عاری کردن منطقه از بمب‌های هسته‌ای و شیمیایی باشه. اینها همه ارزش‌های فراوانی داره برای بشریت. به نظرم این فرصت رو نباید از دست داد. Strongly support this agreement. We strongly request American people to raise their voice in support of that agreement. All peace-loving people, particularly American people, we ask their conscience to come forward and support this deal and raise their voice against those who are advocating military confrontation, which would be disastrous not only for the Middle East countries, but also for the world peace.
من تغییر رحمانی هستم، نویسنده و پژوهشگر با گرایش ملی مذهبی. با وجودی 14 سال در زندان‌های جمهوری اسلامی بودم و هم‌اکنون همسرم به جرم فعالیت‌های حقوق بشری در زندان‌های جمهوری اسلامی است. معتقدم این توافق هسته‌ای باید به انجام برسد، چرا صلح در منطقه به صلح در جهان کمک. أنا محمد جواد أكبرين، الباحث في الإلهيات والصحافي الإيراني في شؤون إيران السياسية والشرق الأوسط العربي، وكنت من المعتقلين السياسيين لسنة 2001. أنا مع هذا الاتفاق لأن السلام أصعب من الحرب ويحتاج إلى شجاعة أكثر من الشجاعة في الحرب. وأنا مع هذا الاتفاق لأن الدفاع عن حقوق الإنسان في بلدي يحتاج إلى الأرضية المناسبة التي تمهد لنا الطريق إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ويحتاج إلى السلام. من عمادالدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم که سالهای از عمرم را به خاطر نوشته‌هایم در زندان گذراندم و همکنون از درون جامعه ایران به شما این پیام رو میدم. من همراه با بسیاری از نخبگان ایرانی اعلام میکنم که غیر از عملکرد جناحی از حکومت که هیچ تعهدی به حقوق بشر نداشتن، تحریم ها یکی از منابع عمده نقض حقوق بشر در ایران بودند، زیرا که تحریم ها باعث گسترش فقر، بیکاری، فحشا، بیخانمانی، احساس ناامنی و ده‌ها عارضه دیگر بودند. این تحریم ها بیش از اون که گروهی قدرتمند رو هدف قرار داده باشند، مردم ایران رو هدف قرار دادند و بیایید با توافقی که تحریم ها را لغو و جهان را با ایرانی آباد و آزاد امن‌تر می‌کند هم صدا شویم. من مهرانگیز کار هستم، وکیل دادگستری ایرانی و نویسنده حقوق بشری که از 14 سال پیش که ایران رو ترک کردم به دلایلی راه بازگشت رو بر من بستند، ولی در همه این سالها نگران وضعیت معیشتی و حقوق بشری مردم ایران بودم. در حال حاضر که توافق هسته‌ای به مراحل نهایی رسیده، امیدوار هستم که نهادهای تصمیم گیرنده در ایران و امریکا این توافق رو امضا بکنن و اجرایی بشه، زیرا که امیدواری من برای بهبود وضعیت حقوق بشر هم در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران خلاصه میشه و هم در اینکه اگر فضای زندگی مردم از نظر اقتصادی و معیشتی باز بشه، شاید حکومت هم به این نتیجه برسه که باید روزنه‌های حقوق بشری رو باز کنه و فعالان حقوق بشری رو در امنیت و مسئولیت قرار بده تا بتوانند از مشقت ناشی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران بکاهند. I'm an Iranian pro-democracy activist. I strongly oppose nuclear weapons and I support the Iran deal, along with the overwhelming majority of Iranians across the political spectrum. I was detained in solitary confinement for 5 months for leading the largest reformist campaign, with almost 500,000 young campaigners in the 2009 presidential elections. I believe the sanctions are violating the human rights of Iranian people and sabotaging the prospects of a better, safer and more democratic Iran. My name is Gonche, a women's rights activist living in Iran. I support the Iran deal because I strongly believe that sanctions are violating the human rights of Iranian people. And more importantly, because I support security and peace. It's time for Americans to contact their representatives in the Congress and ask them to vote for peace. The whole world is watching. I'm Ahmad Shirzad, a professor of particle physics. I am the first Iranian reformist who protested inside Iran against the Iranian nuclear program. After 12 years of heavy challenge, fortunately a peaceful solution has been agreed on. The Iranian people are very happy about that. If you say no to this agreement, a dark period of extremism will prevail on Iran and the Middle East. No peaceful way can be imagined to avoid such a disappointing situation. My name is Hamid Dabashi. I'm a professor of Iranian Studies and Comparative Literature at Columbia University in New York.
As a New Yorker, I have witnessed firsthand the horrors of cruel violence perpetrated on innocent people on September 11th, 2001. Since that fateful September, the US has invaded, occupied, and dismantled a number of countries in the Arab and Muslim world. Particularly horrid have been the consequences of the US-led invasion of Iraq, which is now dismembered to unrecognizable fragments. I support the Iran nuclear deal because for the first time in recent memory, it promises a peaceful diplomatic solution to a potentially dangerous standstill, lifts unconscionable and unjust crippling economic sanctions imposed on 18 million human beings and may, just may prevent yet another disastrous war in the region. I support this deal despite the fact that it imposes draconian measures compromising the sovereignty of a nation-state, reminiscent of old-fashioned colonial treaties between powerful empires and weaker nations. I support it because I categorically oppose any country having access to weapons of mass destruction, and precisely for that reason, I believe the same international consensus that has produced this Iran deal should now turn its attention to the only state apparatus in the region with access to stockpiles of atom bomb and demand from Israel to dismantle its military nuclear program. Enough is enough. Give diplomacy a chance. No more wars. Cet accord ne satisfait pas complètement à toutes les exigences des États concernés, pourtant il pourrait aider la communauté internationale à consolider la paix et la sécurité internationale et surtout à renforcer la sécurité de tous les peuples et tous les États de la région. Son application raisonnable et équitable pourrait d'ailleurs diminuer les méfiances et les craintes réciproques et ouvrir un nouveau chapitre de la collaboration constructive et faciliter la promotion des droits de l'homme dans la région. My name is Emad Bahavar. I'm a pro-democracy political activist who was imprisoned for 5 years after 2009 presidential elections in Iran. And I strongly support Iran deal. I've been a victim of human rights violations, but I believe that sanctions and war will not promote democracy and peace. The final deal is a victory for peace and the Iranian people whose lives will be directly improved. And we can also begin working for other positive political changes. I am Farokh Negahdar, an Iranian peace activist and a pro-democracy reformist. I support the Iran deal. I've spent 10 years of my life in prison to promote peace and democracy. If you wish a safer world, please give diplomacy a chance. Support the deal. ابراهیم نبوی هستم، روزنامه نگار و طنزنویس. در سال 1377 برای اولین بار 1.5 ماه زندان انفرادی رفتم و در سال 1179 برای دومین بار 1.5 ماه زندان انفرادی رفتم و 4-5 ماه زندان عمومی و طرفدار توافق ایران و آمریکا هستم و فکر میکنم این کار به نفع منافع ایران هست. من یک سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی هستم. با تمام وجود از توافقنامه هسته‌ای حمایت میکنم، زیرا معتقدم که این توافقنامه میتواند ملت ایران رو به صلح، آرامش، مهربانی و پیشرفت نزدیک کند. این همان هدف نسل ما بود که انقلاب اسلامی رو آغاز کرد و امیدواریم این انقلاب همچنان به پیشرفت و صلح و آرامش دنیا کمک کنه. من رضا علیجانی، پناهنده سیاسی در فرانسه، به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که 7 سال در زندانهاش بودم و روزنامه‌نگار برگزیده سال توسط گزارشگران بدون مرز، معتقدم تجربه خاورمیانه نشون داده که با تغییر رژیم‌ها از طریق بمباران و جنگ دموکراسی در این منطقه به ارمغان نخواهد آمد و تجربه تاریخی هم نشون داده که مردم ایران تنها در حالت رفاه اقتصادی تقاضای دموکراسی دارند. از پیش به سوی دموکراسی با رفع تحریم‌ها و تصویب توافقنامه هسته‌ای. Hi, my name is Ali. I am an Iranian student living in the US. I cannot go back to Iran for political reasons. I oppose nuclear weapons and I do support Iran deal because the alternative is more violence and conflict in the Middle East and the entire world. Sanctions have over the years profoundly violated the human rights of ordinary Iranians,
the majority of whom want democracy at home and peace in the world. I urge you to call your representatives in the Congress and ask them to make the right choice, to choose peace over war. My name is Ali Akbar Mousavi, a former member of parliament in Iran, a human rights advocate, and a former political prisoner. I strongly support the Iran deal, and I believe that Congress of the United States should not sabotage or undermine the agreement, which may cause instability in the Middle East. Let's provide hope and give diplomacy a chance. Hello, my name is Kayhan Kalhor. I'm an Iranian musician. I play music around the world, collaborating with other artists internationally, with the hope of being a messenger of peace in Iranian culture. The Middle East is now the center of many devastating acts of political and religious hatred as a result of short-sighted political decisions in the past. It is time to take a stand. We live in a time where war, ignorance, racial, and political differences have driven us apart. We have forgotten why we're here, of our mission as human beings. What we don't need is another Afghanistan or Iraq in the Middle East, where we have stood by as human and cultural losses, economic disasters, and environmental consequences unfold. We are allowing enormous damage to the future of the next generation in that area of the world, and these consequences have already spilled out on our doorsteps. Please say no to war by supporting the Iran deal to ensure a peaceful, enforceable solution. Thank you. Hi, I am Ardavan Asadi, an Iranian reformist activist pro-democracy and human rights. I too urge you to give peace a chance. Now that the major nation representatives have reached a consensus over Iran deal and presented us with an opportunity, let's seize it. The deal for Iranian people means hope, hope for better quality of life. We have seen the tragic results of hostile environment prevailing in Middle East. Let's change the path. Let peace prevail by supporting Iran deal. Let New Dawn emerge where our children live peacefully and we all share security. I am Surush Tabak, a pharmacist and philosopher by training. I used to work at Iranian Institute of Philosophy as an assistant professor till early 2011. I had to leave Iran due to the political pressure with which I was confronted after the controversial presidential election which held in 2009. I have been doing research and teaching at University of Toronto since September 2011. Between war and peace, unlike extremists, of course I choose peace for Iranian people. The deal between Iran and 5+1 is a significant and promising step to institutionalize peace and flourishing in my country. All things considered, I strongly do support Iran deal. Suraj Daryai, and I'm a professor at the University of California. I'm here to support the Iran deal. And the reason for that is that Iran, the US, and the Europeans have tried to get the best deal possible on all sides so there would be peace and tranquility in Iran and for the world. In the absence of this deal, what will happen is further sanctions on the Iranian people and possibly war. And as a historian, I am wary of war because we've seen what has happened in Afghanistan with the Buddhas of the Bamiyan. We've seen what has happened to the city of Ashur in Iraq, and now Palmyra in Syria. We don't want more destruction of monuments, civilizations, and societies. Please support the Iran deal. My name is Dariush Muhammadpour. I am an Iranian academic. As someone whose home is the world, I wholeheartedly and unreservedly support the Iran deal. I believe any other alternative to this deal, and any effort to undermine it, would have catastrophic consequences for people in Iran, in the region, and across the globe. The failure of this deal damages hope. Let's give hope and peace a chance to thrive. من سید کوهزاد اسماعیلی هستم. در دوران فعالیت سیاسی در ایران و پس از انتخابات سال 88 حدود 5 ماه در زندان بودم. معتقدم مردم ایران علیرغم همه اختلاف نظرهای فکری و سیاسی در برابر تهدید، تحریم و تحقیر متحد بوده و مقاومت میکنند.
من از توافق هسته‌ای ایران دفاع می‌کنم برای همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی، بهبود وضعیت حقوق شهروندی در ایران، اقتصادی بهتر و فضای بازتر سیاسی. My name is Hamza Ghalibi. I was an advisor to the former Prime Minister of Iran and the head of his youth presidential campaign as a reformist candidate. I was arrested in 2009. As a political prisoner, I was a victim of human rights violation. I was also a victim of the economic sanction that the US government has imposed on my country. The US and Iran have a long history of distrust, and our relationship has been one based on retaliation. This has been going for a half a century, and it has to stop. As a pro-democracy activist and a young entrepreneur, I support the Iran deal. This is a unique opportunity for us to work together for the peace. We may not get another one. Let's move forward together. سلام. من سعید شریعتی، یک فعال سیاسی ایرانی هستم. من به خاطر امنیت و آرامش و صلح در جهان از توافق میان ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران حمایت میکنم و فکر میکنم هیچگاه برای ساختن جهانی که در اون آشتی و سازندگی جای خرابی و جنگ رو بگیره دیر نیست. My name is Abdurreza Tajik. The journalist whom President Obama mentioned his name in his Nowruz greeting message in 2011 as a journalist under pressure from the regime. I support the Iran nuclear deal because the threat of war has threatened the human security of Iranians and Americans. Hello, my name is Masoud Miskin. I am an Iranian pro-democracy activist studying in Italy. I was banned from continuing my higher education as a result of my political activities in Iran. I was also arrested after 2009 presidential election in a public protest. I strongly oppose nuclear weapons and I do support Iran deal. Rejecting this deal jeopardized the promotion of peace and democracy in Iran and the region. I urge Americans to call their representatives in the Congress and ask them to support Iran deal. I am Dr. Fatemeh Haqiqatjou, a former member of the Iranian parliament and pro-democracy activist, and I support the Iran deal. In an open letter, my colleagues and I urge the US Congress members to adopt a new approach to security challenges by casting a vote for joint comprehensive plan of action. The path to democracy, protection of human rights in Iran needs detente in our foreign relations. I am Koyar Guderzi, an Iranian human rights defender. I've been arrested 6 times over the past 10 years in Iran. The last time I was arrested was in August 2011. They also arrested my mom then and kept her in jail for 8 months. They sentenced me this time to 5 years prison in exile. I have been running the Iran Right to Life campaign during the past year to raise awareness against the death penalty in Iran. Iranian judiciary system is violating the most fundamental right of humans by executing on average 3 people a day. I have dedicated my life to fight for the rights of Iranian people. My people have also been suffering from crippling sanctions. They are peaceful people. They don't deserve to be treated like this. No nation deserves to be treated like this. It all comes down to one word: dignity. Dignity is what makes us human. As a human rights defender, I support the Iran deal because it prevents another senseless war and brings more peace to the world. That's what we want. While hardliners on all sides have started their fleets, Iranian people and I call for peace. من به عنوان کسی که مدتی افتخار بر دوش داشتن ردای نمایندگی مردم ایران رو در پارلمان اونها داشتم، توجه کلیه نمایندگان
کنگره ایالات متحده آمریکا رو به این نکته جلب میکنم که امروز هیچ مصلحتی در منطقه خاورمیانه بالاتر از تأمین صلح و آرامش و حداقل تفاهم برای همه مردمی که در این سرزمین زندگی میکنند نیست و این امر جز از طریق ایجاد مذاکره، گفتگو در چهارچوب ساختارهای بین‌المللی موجود و اجتناب از هر نوع اقدام یک جانبه میسر نیست. قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که توافق ایران و 5+1 رو در پیرامون برنامه برجام بدل به یک تعهد بین‌المللی نمود، بهترین راهی است که میتوانه امید و نویدی برای خروج از این بحران و ایجاد شرایط لازم برای همکاری و تفاهم بیشتر در مسیر شروع حل مشکلات منطقه ایجاد بکنه.